سلام دوستان، به کانال لیلا هاشمیان خوش اومدین. رسیدیم به جلسه هفتم و جلسه آخر از آموزش مکالمه انگلیسی در 7 شب. اوکی، هر شب 10 جمله کاربردی و طلایی برای مکالمه روزمره فقط در 5 دقیقه که اگه قصد سفر دارید این جمله ها بسیار پرکاربرد هستند. جملات ضروری در سفر. همونطور که میدونید جلسه اول احوال پرسی، جلسه دوم احساسات، جلسه سوم خانه و زندگی، جلسه چهارم تماس تلفنی، جلسه پنجم درخواست و اجازه گرفتن، جلسه ششم خرید کردن و جلسه هفتم جملات ضروری در سفر. خب دوستان، مثلا رفتیم مسافرت، میخوایم از یکی بپرسیم نزدیکترین هتل کجاست. ببخشید، نزدیکترین هتل کجاست؟ Excuse me, where is the nearest hotel? Excuse me برای شروع جمله. ببخشید، where is the nearest hotel? اوکی؟ نزدیکترین هتل. به جای هتل میتونیم کلمات دیگه، مکانهای دیگر رو نام ببریم. اوکی؟ The nearest restaurant مثلا، the nearest school, the nearest mosque، حالا هرچی میتونیم اینجوری سوالمون رو بپرسیم. یا مثلا میخوایم بپرسیم دستشویی کجاست. Where's the bathroom or restroom؟ هر کدوم از این دوتا رو بگیم درسته. Where is the bathroom? Where is the restroom؟ مثلا میخوایم بپرسیم چطور میتونم به فرودگاه برم یا به فرودگاه برسم. How can I get؟ اینجا get یعنی رسیدن. چطور میتونم برسم to the airport، به فرودگاه. How can I get to the airport؟ How can I get to the airport؟ چطور میتونم فرودگاه برسم؟ یا میگیم من یه رزرو دارم. I have a reservation. reservation آر رو تلفظ نمی کنیم در تلفظ آمریکایی، در لهجه آمریکایی. I have a reservation. I have a reservation. میخوام پذیرش کنم. وقتی میگه میخوام پذیرش کنم یعنی میخوام اتاق رو تحویل بگیرم، چون رزرو دارم دیگه. تحویل گرفتن میشه check in. I'd like to check in please. I'd like من میخوام، من دوست دارم، تمایل دارم. To check in please پذیرش کنم، تحویل بگیرم اتاق رو. please لطفاً. پس check in یعنی تحویل گرفتن. موقع تحویل دادن میشه check out. میخوام check out کنم، تحویل بدم. پس check out گفتیم تحویل دادن اتاق. بعد I would like همون I want شکل رسمی و مؤدبانه I want. من تمایل دارم، من دوست دارم، مایلم. میشه لطفاً کمکم کنید؟ Can you help me please? Can you help me please؟ میشه لطفاً کمکم کنید؟ جمله بعدی. یا مثلا میگی گم شدم، میشه مسیر رو به هم نشون بدی؟ گم شدم I'm lost. I'm lost. Can you show me the way? Can you show me the way؟ میشه مسیر رو به هم نشون بدی؟ Or can you show me the address? Can you tell me the address؟ از این طریق میتونیم ما کمک بگیریم. یا مثلا یکی رو پیدا کردیم که میدونیم طرف انگلیسی صحبت میکنه، کشورش هم انگلیسی زبان نیست. مثلا Do you speak English؟ انگلیسی صحبت میکنید؟ Do you speak English؟ طرف هم میگه من خیلی خوب انگلیسی صحبت نمی کنم. I don't speak English very well. I don't speak English very well. خیلی خوب صحبت نمی کنم. یا رفتیم تو رستوران و میخوایم منو رو ببینیم. اوکی، میتونم منو رو ببینم لطفاً؟ Can I see the menu please؟ منیو تلفظ بریتیش، منو امریکن اکسنت. اوکی، Can I see the menu please؟ Can I see the menu please؟ هر دوتاش درسته. هستین تو رستوران و اینجوری سفارش دادین من مرغ با برنج سفارش میدم. خب I'll have the chicken with rice یا I'd like the chicken with rice. پس I'll have یا I'd like که تمایل داشتن. I'll have یعنی برای سفارش دادن استفاده میکنیم. من سفارش میدم برنج رو، مرغ رو با برنج. اوکی، I'll have the chicken with rice. جمله بعدی. میتونم صورت حسابو داشته باشم لطفاً؟ Can I get the bill please؟ bill صورت حساب. Can I get داشتن. Can I get the bill please؟ میتونم صورت حسابو داشته باشم لطفاً؟ متوجه نمیشم، میشه لطفاً تکرار کنید؟ Sorry, I don't understand. ببخشید متوجه نمیشم. یا میتونیم بگیم Could you repeat that please؟ ببین could you بازم د و یک که ج تلفظ میشه. Could you repeat؟ تکرار کنید that please. Could you repeat that please؟ یا مثلا شکل رسمی و مؤدبانش اینه که بگیم Pardon me؟ ببخشید. Pardon me یعنی متوجه نشدم. اوکی،
یعنی به عبارت یعنی رسما و مؤدبانه ازت میخوام که تکرار کنی. خب دوستان رسیدیم به جمله آخر از قسمت آخر از جلسه 7. اینو لطفا شما تو کامنت ها برام بنویسید. دنبال یه تاکسی میگردم. از اونجایی که جلسه 6 جلسه قبل دنبال گشتن رو در فروشگاه که دنبال کفش و تیشرت و اینا بود طرف گفتیم بهتون، بر اساس آموزش جلسه 6 ازتون میخوام که اینو لطفا تو کامنت ها برام بنویسید. دنبال گشتنم که لوک فوره دیگه، نه دنبال یه تاکسی میگردم. منتظر کامنتاتون هستم بچه ها. دوستان لایک و کامنتاتون بسیار انرژی بخش و حمایت بزرگی محسوب میشه. اگه تا الان کانال منو سابسکرایب نکردین لطفاً همین الان سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید و با دوستاتونم کانال منو به اشتراک بذارید تا بیشتر و بیشتر معرفی بشه. متشکرم، مرسی که هستین، ممنونم که حمایت میکنید. Have a good time. Bye bye.